خدایی به کی ضرر رسونده بود؟ لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات. عطیه، مدیر دوبلاژ شهرام عمادی، دوبله و پخش از تماشاخانه. گیر افتادی. ترسیدی یاره؟ تلافی میکنم. برای تو گرفتم. به خوشگلی تو نیستن ولی قشنگه. تو هم به قشنگی من نیستی ولی خب باشه. تا الان داشتی کار میکردی؟ خودتو خسته میکنی هم؟ همینجوری کشیدمش، سرمو گرم میکنه. سرت درد میکنه؟ چیزی شده؟ نه مشکلی نیست. با معلم بودن من که مشکلی نداری. گوش کن عزیزم، تو معلم معمولی نیستی، ذهن بچه ها رو باز میکنی. یکم اندازه‌شو کوتاه میکنم. بذار ببینم. فکر کنم یقش خوبه. خوب بایستاده. خیلی قشنگ شده، آفرین. ممنون. مثل بچه‌ها شدم که میرن جلوی مادرشون رو هی پوز میدن. نگام کن. خیلی خوشگل شدی، فوق‌العاده است. بایستا. چی کار میکنی؟ آنکور. میشه بدونم آنکور چیه؟ خب برنامه همسریابیه. از روی موسیقی که گوش میدین با هم دیگه آشنا میشین و ارتباط میگیرین. بهش میگن آنکور. داری با هم شوخی میکنی؟ نه اصلا. چی میشه وقتی آهنگتون یکیه با هم ازدواج میکنی؟ نمیدونم. ولی دیدی که عاشقا میگن عزیزم این آهنگ ماست. این برنامه میتونه کمک کنه. من و اوزان نداریم که. آهنگی که اوزان دوست داره داستان عشقی شبیه ماست. اونم بعد مسابقات تیم بشیکتاش. ای بابا، همه ما که شاهزاده سوار بر اسب مثل شما توی دانشگاه پیدا نمی‌کنیم. نگران نباش، پیدا می‌کنم. البته که پیدا می‌کنم، اونم آخر همین هفته. جانسو جون، به نظرم کسی عشقشو تو گوشی پیدا نمی‌کنه. ای بابا چرا؟ من هر هفته پیدا می‌کنم. اونجا یه زنه وایساده 5 دقیقه سر اینجا رو میپاد. خوبه که الان میاد همه لباسامو میخره. زن عجیبه، نظرمو جلب کرده. کجاست؟ تا الان اونجا بود. ولش کن خواهر جون، بیا بریم، دیر میشه. باشه ببخشید.
استاد صدا کنید. استاد صدا کنید. پس درسته که گوبکلی تپه 7000 سال قبل از گیزا پیرامسلر و 6000 سال قبل از استونهنج ساخته شده؟ درسته. نتایج آزمایشات کربن این مفهومو میرسونه. بعضیا میگن که اون اولین ساخته دنیاست. حتی ادعا میکنن که آتلانتیس گم شده است. باید بهتون عرض کنم که عملیات کشف اینجا از سال 1994 شروع شده. پدرم من بعد مدتی وارد این کار شد. شاید تا الان کمتر از 10% منطقه رو کشف کرده باشیم. به خاطر همین هر چیزی که بقیه میگن و نمیشه با صراحت قبول کرد. شما هم برای پی بردن به راز اینجا راه پدرتون رو پیش گرفتید؟ نه، البته بچه که بودم اشتیاق پدرم نظرم رو جلب میکرد، اما الان هدفم از اینجا بودن وجود آثار تاریخی و آنالیز کردنشونه، چیزی که بهش علاقه دارم. یعنی مثل فیلم ها واسه پیدا کردن گنج و غنیمت اینجا کار نمی کنین، درسته؟ نه ما فیلم ایندیانا جونز نمی سازیم. ببینید یه باستانشناس همه عمرشو کار میکنه، زحمت میکشه، در آخر ممکنه به چیزی هم نرسه و بمیره. هدف باستانشناس، یا بهتره بگم که هدف باستانشناس واقعی به معنای پی بردن به آینده است. یعنی با بررسی گذشته به امروز میرسیم. استاد اورهان یه چیزی پیدا کردم. چی شده؟ نمیدونم، ببخشید. هنرمندایی که الگون بودن زیادن. البته که پولوک، فرانس کلاین، هلن فرانکلین تالر. به عنوان یه نقاش خودتون رو چطور توصیف میکنه؟ در واقع چجوری شناخته شدن من مهم نیست. فکر میکنم کارام خودشونو توصیف میکنن، یا حداقل امیدوارم. میدونین بهترین و فوق‌العاده ترین نقاشی که اینجا میتونید ببینید خود این شخصه. بهترین خواهریه که تا حالا دیدین. عالیه، مرک است. با خواهرم جانسو که آشنا شده بود. خوشبختم. اونم طراحه. چطوری جانسو؟ به افتخاری. نوش جونت. عطیه واقعا یه هنرمند فوق‌العاده است. برگزار کردن اولین نمایشگاهش افتخار بزرگیه. حتما شما مثل ما به دخترتون افتخار میکنین. مگه میشه به دخترمون افتخار نکنیم؟ مگه نه عزیزم؟ البته. حس آزادی رو میشه تو این نقاشی دید، برای همین میگم بخرش. هاند خانم، به نظرم نقاشی به چشمای شما هم میاد. ممنونم. وای اینجا رو یه لحظه منو ببخشید. خواهش میکنم. بابا جون. اینجا دومین حفاریمونه. جناب سردار. عطیه جان، حوزان گفته بود جلسه داریم. هیچ کاری از امشب نمیتونه مهمتر باشه. همکار من برای تبریک گفتن به تو. سلام، خوش اومدی. ممنونم. اینجا رو ببین چقدرم شلوغه. چون نوشیدنی رایگانه. یادم باشه یه دونه بردارم. خب باید از کجا شروع کنی؟ بابا مثل این که حسابی پول در آوردی، درسته؟ پس میتونه همه تابلوها رو بخره قبل از اینکه بقیه بخرم. چیزای مهمتر از پول در آوردنم هست. آره، مثلا بیشتر پول در آوردن. بازم اون زنه. کدوم زنه؟ اینو میگیری؟ ببخشید خانم.
عزیزم زنه اومد اینجا ولی یه دفعه غیبش زد. عزیزم بیرون یکم سرده، سرما میخوری، بیا بریم تو. استاد کجاست؟ اینجاست استاد. نور. اینجا مثل یه پوشش میمونه، درست میگم؟ میتونه باشه، احتمالش هم هست که فقط یه نشونه باشه. با حفاریه قبلیتون فرق داره؟ نمیدونم قبلا کسی همچین چیزی رو پیدا کرده یا نه. شکلی که اون وسطه خیلی پیچیده است. نظری راجع به ماهیتش داری؟ نه ندارم، ولی اینم درست نیستش که بگیم فقط یه پیچیدگیه. بیا از نزدیک بگیر. خوبه، شما رو به بیرون راهنمایی میکنم. ممنون آقا. خواهش میکنم. ببینم استاد نظر شما چیه؟ هیچی نمیدونم. واقعا ممنونم که اومدید. خوشحال شدم. شبتون بخیر. باعث افتخاره. سراب خانم، در واقع این افتخار ماست که اینجاییم. الان با عوامل نمایشگاه حرف زدم، همه ی کارات فروش رفته. عالیه، فوق‌العاده است. بگم خبر خریدم. مثل اینکه آدم از رنگ و نقاشیام خوششون اومده. با اینکه نمیدونم مفهوم کارامو درک کردن یا نه. حتی نمیدونم منو شناختن. چه فرقی میکنه؟ همشون فروش رفتن، پس باید به تبریک گفت. تا حالا هیچ وقت اینقدر بهم خوش نگذشته بود، اونم تو نمایشگاه خواهر. دختر کوچیکمون جانسو رو یادتون میاد جناب سردار؟ مگه میشه یادم نیاد؟ سلام جانسو. سلام. به نظرت معاشرت با سردار آدمو پولدار میکنه؟ آره دخترم بس دیگه، زود باش بریم. خیلی خیلی ببخشید، اونها هیچ تقصیری ندارن، فقط اینکه من دخترشونم. همین. قبل اینکه برم آخر هفته شام منتظرتونم باشه؟ البته. خیلی ممنون. دقیقا ساعت چند کجا؟ جانسو جان بریم عزیزم. بازم خیلی ممنون. خواهش میکنم. در یک کلمه فوق‌العاده عزیزم، یادت باشه. ممنونم. شب بخیر. شب بخیر. متوجهی که چقدر خوش شانسی پسرم؟ هرگز خرابش نکن باشه؟ همه چیز خیلی قشنگ بود دخترم، واقعا خسته نباشی. با مدیر مدرسه‌تون آشنا شدم. منظورم آقای مرته. میخوان عضوی از کادر مدرسه باشی. تو هم خوشحال شدی مگه نه؟ چرا نباشم؟ میخوام دخترم یه کار درست حسابی داشته باشه. فرقی نمیکنه برای خودت نقاشی کنی یا همراه بچه ها باشی. ما بهت نمیگیم نقاشی رو بذار کنار، ولی به چشم یه سرگرمی ببینش. نمایشگاه میخواستی که برگزار شد، مگه جلوتو گرفتیم؟ یعنی با برگزاری نمایشگاه همه چی تمومه؟ نمیتونم کار جدیدی داشته باشم؟ عزیزم میخوایم یه کار آینده دار داشته باشی، مگه این چیز بدیه؟ نه چیز بدی نیست. از نظر تو اصلا فکرم میکنی اوزان با یه نقاش بی برنامه‌ای مثل تو میخواد ازدواج کنه؟ نمیدونم، خودت برو ازش بپرس. بس کنین دیگه. چه خبره؟ بازم چیزی دیدی؟ بگیر بخواب. چی گفتی؟ عطیه تو نمایشگاه یه چیز دیدید. جانسو حالش خوب نیست دیگه. امکان نداره. کشف مهمی در تپه گوبلکلی.
داری چی کار میکنی؟ بیا اینو ببین. به هم بگو دیگه. جانسو. خیلی خوب. یکی نقاشی تو دزدیده؟ اینو تو تپه گوبکلی پیدا کردم. پس تو دزدیدیش. جانسو یه ثانیه جدی باش. اون تصویر هزاران سال زیر خاک بوده و من از بچگی دارم میکشمش. آره عجیبه. عجیبه همین. چی بگم خواهر جونی چی نمیفهمم. باشه مشکلی نیست. گل را بدی کافیه. یه دقیقه واسه کجا میری؟ تپه گوبکلی. الان تو دیوونه شدی برای چی؟ نمیدونم برای دیدن. خیلی خوب عکسشو دیدی دیگه. الان میخوای برای چی بری؟ فردا میبینمت. عطیه یه دقیقه به حرفم گوش میدی؟ عطیه یه لحظه وایسا ببینم. من و تو فرق میکنیم. من یه دختر شاغله با نشاتم. تو هم برای خودت یه نقاش حرفه‌ای هستی. ممنونم که گفتی حرفه‌ای. آره حرفه‌ای هستی. اما عطیه نرو. تو اونجا چی کار داری ها؟ بازم کابوس دیدم و مثل همیشه ترسیدم. اما میدونی وقتی اینو دیدم چی شد؟ نمیدونم چرا اما تو زندگیم هیچ چیزی اینطوری آرومم نکرده بود. برای همین حس میکنم باید برم اونجا. باید ببینمش. جلال زود باش بیا. میدونی که بچه ها از تاریکی میترسن. گاهی اونا چیزایی که ما فراموش کردیم و میدونن. خوبه عجب حرف سنگینی زدی. بیا دیگه زود باش. خدای من. الو عطیه. اوزان 200 متر جلوتر به سمت راست ادامه دهید. چی داری میگه؟ سمت راست نداره عزیزم اون نشونه منه. الو نشونه اوزان. صدای منو میشنوی؟ من اوزان زود باش. حالت خوبه؟ ها؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ میدونی این راه کجا میره؟ زبونمو بلدی؟ میخوام برم تپه گوبکلی. چی کار میکنی؟ تپه گوبکلی. پس کمربند تو ببند. تپه گوبکلی. سنگ دلمی تو کرچ. تعجب کردی؟ آره نباید اینجا باشن. الان فهمیدم که چرا دستگاه اسکن اینجا رو نشون ندادن. پس به خاطر سنگ دلمیته. جلوی اسکن حفاری رو میگیره. لغزنده است. اصلا طبیعی نیست. اینجا دست خورده است. وای خدای من. یعنی انسان‌های اولیه این مکان رو درست کردن. آره؟ چجوری درستش کردن استاد؟ باور کن جلال، انتظار داشتم که تو بهم اینو بگی. من تا حالا همچین چیزی رو ندیدم. فکر نکنم کسی دیگه هم دیده باشه.
همین راه ادامه بدم؟ مستقیم. جلال شنیدی؟ چیا؟ به نظر میاد یکی داره آهنگ ترکی میخونه. نه من نشنیدم، شاید از گروه تو باشن. نه استاد انگار صدا از پایین میاد. تماشاخونه. جلال بی خیال مسخره بازی در نیار. صبر کنید جلال خواهش میکنم بیا بریم. استاد جدی دارم میگم. نه من چیزی نمیشنوم. نمیشه برم بعدم بیام. باشه پس زودتر برو، ولی برگشتم جلوی چشمام نباش. درست دارید مثل پدرتون رفتار میکنید. اگه بابام بود میدونی چی کار میکرد؟ راه بیافت جلال، زود باش. بنبسته. این نباید اینجا باشه. صبر کنید، چی کار میکنید؟ کندوی عسله. کندوی عسل؟ چجوری اومده اینجا؟ یکی اینجا رو مهرموم کرده. نمیخواید بذارید غنیمت و دست مومیایی بیافته که درسته؟ آره درست میگی. ما فردا صبح میایم این مسیر رو باز میکنیم. باید چیز مهمی باشه. چقدر عجیبه، تا حالا اینجا نیومدم، اما انگار برام آشناست. ترکیه. متوجه نشدم. ترکیه. نمیفهمم چی میگی. صبر کن، کجا میری؟ ممنون. عطیه گفت تو اینترنت یه جور خرابه چیزی دیده، گفت دارم میرم اونجا. تلفنش قطع شد و از دسترس خارج شد. سلام جانسو جان، حالت چطوره؟ امروز چقدر خوشگل شدی. لباساتو تازه خریدیم. عزیزم خودم دوختمشون. جانسو حالا وقت شوخی نیست. خیلی خوب. چیزی میخوری؟ قهوه؟ خواهرت کجاست؟ خودت گفتی دیگه، توی خرابه ها. تو همین داستانو باور کردی آره؟ داستان چی؟ نکنه منو احمق فرض کردی؟ کسی نمیگه احمقی، یعنی توی این وضعیت نمیگه. خیلی خوب، ببخشید به دل نگیر. دیشب تو نمایشگاه با کسی آشنا شدی؟ اوزان نگو. خیلی خوب درکت میکنم. عطیه هر چیزی تو ذهنش باشه انجامش میده، تو هم میدونی. اما دوستت داره، همیشه دوستت داشته. بعد از 6 سال تو هم اینو میدونی دیگه، نه؟ حق با توه، ولی
این کار برای عطیه یکم زیادی عجیب به نظر میاد. دقیقاً عزیزم، به خاطر اینه که نامزد عجیبی داری. میخواستین منو ببینین؟ شما آقای اورهان هستید؟ اورهان صدام کنین. عطیه، میخوام چیزی نشونتون بدم. از وقتی که خودمو میشناسم اینو نقاشی میکنم. عجیبه. فقط همین؟ دیگه چی میتونم بگم؟ چطوری همچین چیزی رو توضیح میدین؟ خب یعنی در نظر بگیریم که اینا رو امروز نقاشی نکردین؟ چرا باید همچین کاری کنم؟ اگه در نظر بگیریم که امروز نکشیدنشون، پس هوشیاری جمعی بالایی داریم. هوشیاری جمعی؟ آره، یا تکامل همگرایی. به خاطر اینکه هنری زیبایی خوندم، تنها درسی که به صورت جمعی داشتم راه برگشتن بوده. برای همین میشه بیشتر توضیح بدین؟ خلاصش میشه که دو نوع متفاوت از هم هستن که همانند هم تغییر میکنن که میشه تکامل همگرایی. یعنی میگین که تصادفی؟ مثلا عصر مزوزوئیک با عصر یونس ها تقریبا شبیه همدیگه هستن. این تصادف نیست؟ دقیقا مطمئن نیستم، ولی به نظرم گیاهان شیرینم همینجوری. فهمیدم، منو دست انداختی. ببین اورهان، درباره یونس‌ها و گیاهای شیرین نظری ندارم. من برای فهمیدن موضوعی اومدم اینجا. چجوری بگم؟ حس میکنم به اینجا ربط دارم. میدونم به نظر احمقانه است. منم چیزایی که از ذهنم بیرون میاد همه رو باور نمیکنم، پس احمق نیستم. فقط این حس انقدر قویه که تا حالا تجربهش نکرده بودم. باید این نشانو ببینم، لطفاً. باشه، میبینین. فقط وقتی که حفاری تموم شد. نمیتونم انقدر منتظر بمونم. فقط 5 دقیقه خواهش میکنم، لطفاً. مثل اینکه خوب توضیح ندادم. اینجا یه حفاری جدیده و تا زمان بازدید عمومی ورود مردم به داخل اینجا ممنوعه. یعنی موضوع شخصی نیست. اگه اجازه بدین دیگه باید برگردم. روز بخیر. باشه اورهان، ممنون، خیلی لطف کردی. الو عزیزم، میشنوم عزیزم. بالاخره زنگ زدی ها؟ نتونستم باهات حرف بزنم چون آنتن درستی نداشتم. الانم با خط ثابت دارم زنگ میزنم بهت. کجایی؟ چی کار میکنی؟ نشونی که همیشه میکشیدم تو گوبکلی پیدا شده. اومدم اونو ببینم. باور کردنی نیست. عزیزم چرا همون موقع نگفتی کجایی؟ باز شروع نکن. دسترسی نداشتم. نگران شده بودم. فکرم همه جا رفت. باشه، با اولین پرواز میام. وقتی برگشتم حرف میزنیم. خیلی خوب، باشه. وقتی اومدی توضیح میدی. حالت خوبه؟ یه هتل پیدا کردم. خوبم. همه چی رو به راهه. دلم برات تنگ شده. منم همینطور. وقتی برگشتی جایی نمیری. از الان دارم بهت میگم ها. باشه، از الان حواسم هست. فردا شب برات غذا درست میکنم. باشه؟ منتظرتم عزیزم. باشه؟ فردا میبینمت. میبینمت. کی اونجاست؟ درو باز کن، درو باز کن. این چیه؟ خونه؟ زود باش، بیا بریم، زود باش. صبر کن، الان نمیتونم باهات بیام. باشه.
باشه باهات میام. اگه بگی دنبال چی میگردی کارمون راحت‌تر میشه. باید بری اون طرف. باشه تماشاخونی. منم بیام. هی! کجایی؟ Mutfağın etrafı dumanlı dağlar, aman aman geçerim yanıyor. استاد اینو الان پیداش کردم. پایین توی ماشین بود، یه ماشین کرایه‌ای. کجا داری میری؟ صبر کن منم بیام. آرومتر. کی اون پایینه؟ عطیه؟ دارم بهت میگم دختر اون پایینه. سعی میکنم محترمانه برخورد کنم. کارت خیلی خوبه. عطیه ازگرسوی معلمم هستی آره؟ گفتم که یه نقاشم. دستتو بکش. باشه اینا رو به پلیس هم بگو. میگم دختر اون پایین مونده بین اون سنگای بنفش. چه دختری؟ چه سنگی؟ دختری که من آورد اینجا رو پیشونیش یه ستاره بود. مطمئنم که عقلتو از دست دادی خانم. باشه بیا زود باش کیفتو بگیر. ببین نمیدونم اون پایین چه چیزی دیدی، اما اینجا یه حفاری باستانیه و اگه یه بار دیگه اینجا ببینمت مجبور میشم به پلیس خبر بدم. استاد خیلی نرم برخورد کردین. این زن واسمون دردسر درست میکنه، از نگاش معلومه. نه جلال، ذهنش مشغوله، ترسیده. به پلیس نمیخواد بگی، به دکتر نیاز داره. قبلا دیدمش.
به به چه بوی خوبی هم میاد. چی درست کردی؟ نگو تو رو خدا، تو همچین روزی اصلا از بیرون سفارش میدم. نوشیدنی هم میخوای؟ عطیه میخوام یه چیزی بپرسم. چی شده؟ دیروز کلاس نرفته بودی؟ گفتم که تلفنم آنتن نمیده. اجازه بده تموم کنم. به نظرم دیروز بیشترین مدتی بود که با همدیگه حرف نزده بودیم. به من فرصت داد که بتونم در مورد خودمون بیشتر فکر کنم. گفتن این برای من اصلا راحت نیست. میخوای ازم جدا شی؟ دقیقا نه. میدونی متوجه چی شدم؟ عصبی نشدم، حسادتم نکردم، فقط به زندگی بدون تو فکر کردم. دیگه هیچ وقت نمیتونم یه همچین فکری رو به ذهنم راه بدم. عطیه با من ازدواج میکنی؟ جدی میگی؟ قبوله؟ قبوله. اینو فراموش کردی. خیلی ممنون. اما نیومدم که فقط اینو بهت بگم. دختری که گفتی رو پیدا کردیم. خب حالش خوبه؟ بعد از اینکه رفتی راهو باز کردیم. وقتی که باز شد یه تونل پیدا کردیم. مسیر رو ادامه دادیم و به جایی که تو گفتی رسیدیم. اونجا واقعا یه مقبره است، همراه سنگای بنفش. گفتم که هست. اوزان ایشون باستانشناس اورهان هستن. خوشبختم. گوش کن عطیه، این که تو بدونی اونجا واقعا یه مقبره است باور نکردنیه. اونجا صدها شاید هم هزاران سال بسته بوده. نگفتی اون دختر حالش خوبه؟ دختر؟ اون دختر رو مقبره دیواره داخل تونل یه سنگی هست که وسطش دختری با ستاره روی پیشونیش کشیده شده. عطیه تو واقعا کی هستی؟